nostalgia. دوشیزه هستم 18 ساله با اندام موزون، خواهان ازدواج با مردی که نه این چطوره؟ مرا به فرزندی قبول کنید. جوانی هستم 30 ساله دارای وضع مرفه که مادر و پدر به خود ندیدم. آرزو دارم اگر زن و مردی مرا به فرزندی قبول کنن تا آخر عمر از آنها نگهداری کنم. هر کس عقب چیزی میگرده غیر از من و تو. این چطوره؟ گم شده. دختر جوانی که در این عکس میبینید چندیست گم شده. عکس یه دختر زیبا با وقار، مغرور، با لبخند که به نظر میرسه خوشبخت بوده. چنانچه از او اطلاعی دارید لطفاً به نشانی سنگلج گذر دلگوشا شماره 4 اطلاع 10 دقیقه بیشتر نمونده. شما حاضرین؟ شما چطور؟ ما منتظریم. ببینم بالاخره به چیزی علاقه‌مند شد. من اینا رو میخونم، لازم نیست بهشون علاقمند باشم. دیروزم بود، عجیبه. میشناسیش؟ یه جوری حرف میزنی مثل اینکه میشناسی، ولی به نظرم آشناست، مثل اینکه یه جایی دیدمش. یکی از عشاق، یکی از هواخواهان. نه دست بردار تو. ما هیچ وقت اونو ندیدیم. پس چرا به نظر من آشنا؟ حاضر باشین، فقط 5 دقیقه. همه چی حاضره؟ خب بریم. تماشایان عزیز، سلام بر شما. طبق اطلاع این خبرگزاری تغییرات جوی که در آب و هوای این مناطق رخ داده باعث پیدایش طوفان‌های اخیر شده است. بنابر گزارش‌های دیگر خبرگزاری‌ها، طلاسم جوی در سواحل یاد شده ممکن است با برخی آزمایش‌های هسته‌ای که چندی پیش در نواحی غربی این منطقه عملی گردید بی ارتباط نباشد. دوستداران مسائل فضایی به زودی شاهد همکاری و همگامی دو ابرقدرت در مورد ایجاد یک پایگاه مشترک فضایی خواهند. منابع آگاه اطلاع دادند که ایجاد این پایگاه که مجهز به تعدادی ماهواره مخابراتی نیز خواهد بود در آینده نزدیک عملی خواهد گردید. بر اساس این قرارداد مشترک از طریق ماهواره‌های فضایی یه پیشرفت دیگه برقرار خواهد شد. این بزرگترین منظورم برای ایجاد ارتباط در طول تاریخ بوده است. چه شده؟ هیچ وقت انقدر گرفته بود گیج نبود. وقتی اومد از خودش بپرسیم. آقای اصالت، آقای اصالت، بله چند تا توپق زدم، لازم نیست یادآوری کنیم. چرا؟ چه میدونم، حواسم جمع نمیشد. هی خیال میکردم داره یادم میاد کجا دیدمش. هی داشتم نزدیک میشدم ولی نشد میلامس. شاید میخوای دنبالش بگردی. وقتش از کجا بیارم؟ آره دیگه، ما آدمای گرفتاریم. هی امشب ببینمت. سلام، خوبی؟ ببین اگه من از اینجا را بیفتم خیلی دیر میرسم. تو خودت نزدیکتری.
میخوای اونجا هم دیگه رو ببینی؟ تاکسی گیر نمیاد. تلفنی بگیر باشه. شمارش هست. مادر چطوره؟ پای برنامه‌ت نشسته بود. میپرسید چرا تو فکری؟ چی بهش گفتی؟ گفتم حتما پای یه زن در میونه. اتفاقا آره. بعد بهت میگم. ببینم تو که از من دلگیر نیستی؟ الو؟ خب باشه بعد صحبتشو میکنیم. حرف منو که زمین نمیندازی. الو؟ همکارای اداری هستن. فکر وضع منو بکن. خب؟ از اونجا میبینمت. شامتون حاضر. تو میخوای زودتر بذاری بری؟ برای شامتون میمونم. منظورت دواهاست. خودم وقتشونو میدونم. تو برو. زهر مارم میشه. همه میخوان از دست من خلاص بشن. من عجله‌ای ندارم. من حتی نمیدونم جایی که میرم کجاست. کی دعوا رو شروع کرد؟ خیال میکنه من به شأن اجتماعیش لطمه میزنم. اون که میخره. چرا لباسای بهتر نمیپوشی؟ لباسای بهتر اندازه من نیستن. تو با یه آدم کرالار زندگی نمیکنی. من همینم که هستم. این باید تاکسی باشه خانم. خانم آقا اومدن دنبالتون. خداحافظ. جواب تاکسی رو چی بدین؟ یه چیزی بدین. هر چی دلتون خواست بگین. لال بودم. از یه دختره چی اصالت ها؟ چیه معرکه گرفتی؟ خوب عجیب برام درست کردی. شما که قضیه رو میدونید ها؟ نمیدونید؟ خب الان براتون میگم. الان براتون کردیم. والا قضیه اینه که اصالت همه تو بالاخره رپورتر ما میشی یا نه؟ گفتی جریان چیه؟ اکیپ ما جوره. همین روزا که شروع کنیم. خبرنگاران بی‌خبر. مال چطوره؟ بابا بالاخره این طرح ما چی شد ها؟ امروز پیدا شد رو میزه. توی سطل که نیست. خوبه. بیا پس درست گفتم پای یه زن در میاد. اول خیال می‌کردم جزو همکار است. باید خیلی تازگی دیده باشمش. خب کسانی هستن که فقط یه نظر می‌بینیشون یا فقط از کنارم رد می‌شین ولی جدی تعطیل. میخوای دنبالش بگردی؟ بگردم. چرا همه این از من می‌پرسن؟ بله این کارا عرضه می‌خواد های اصالت. بده من. تو اینجایی؟ ببین من می‌خواستم راجع به کار با هم صحبت کنم.
آدم با دوستایی مثل شما احتیاج به دشمن نداره. من چه میدونستم که همکار شما که هست، اگه عیبی داره به خودش بگی. اینا همکاران آسیه، سخت نگیر، ول کن. من معذرت میخوام. یعنی چه؟ واقعیت اینه که حقیقت چیه؟ تو اصلا رعایت مجلس رو نمی کنی. جلوی همکارام آبروی منو نبر. من برای آبروی تو حرف میزنم. چیزی که من میگم اینه که اون اشتباه کرده. خانم ها آقایان معذرت. عکس رنگ پریده است. چطور میشه از روش تشخیص داد شبیه کیه؟ متاسفانه چیز گرانبهایی از اموال صاحب خانه گم شد. اوه نه دیگه به رقص بر نمیگردیم. رقصمون به هم خورد. اینجوری همه چی به هم میخوره. اگه بخوای همه چی رو جدی بگیری که نمیشه. شدم معلم اخلاق ها؟ اخم تو وا کن. اگه ملاحظات اجتماعی نبود حتما با تو میومد. اون عصبانیه که تو موقعیتشو در نظر نمیگیری. ولی یادگار مهمی نیست از خانواده. آقایان، ما هیچ نمیگیم کسی که اونو پیدا کرده خدایی نکرده قصدی داشته. بنابراین اگه پهلوی شماست بی واهمه لطف کنین و به ما خبر بدین. آقایان، متاسفم مجبوریم شما رو بگردیم. میدونین چه وظیفه سختی به من محول شده، ولی چاره دیگه نیست. اول آقایان و اگه پیدا نشد بعد خانم ها. من حاضر نیستم جیبامو بگردم. متاسفم. اینجوری شک همه رو متوجه خودتون میکنی. دستا بالا. بالا کاملا بالا. ما هیچی نیستیم. بریم. الان بدترین وقتی همه متوجه رفتنت میشن. اصلا من دزدیدمش. من برش داشتم. راستی چه جور چیزی بود خانم؟ یه تیکه سنگ بود. اینو که خودمون گفتیم. خیلی هم زشت و بد ترکیب بود. متاسفم خانم، تا خروج شما هنوز همینجا دست به دست میگشت. بنابراین هیچ شکی متوجه شما نیست. دستا بالا. باید صبر کنی. شما چیه ترسیدی؟ اونا کی بودن؟ کیا؟ چه جای بزرگی بود. هیچ کسو نشناختم. باید فکر کنم تازگی کجاها بودم. باید آدمای زیادی یادم بیان. اون وقت شاید بینشون اونم باشه. خب حالا صرف کن.
نگاه کن قربان. قربان میدونی چرا اینطور میشه؟ چون تو بازی گوشی از مدرسه در میری. بله، میگن میری دم مدرسه دخترونه. خب حالا همه به من نگاه کنید. میخواهم یک داستان بگویم. داستان. بچه ها این چه پرنده ای؟ این چه پرنده ای؟ دارکوب. ها؟ دارکوب. دارکوب. آها. بالای دو درخت همسایه یک کلاغ بود، یک دارکوب. کلاغ پرسید چرا با نوک بلندت صبح تا غروب به درختها میکوبی؟ گفت تا ببینم پشت آنها چیست، پوست را بدرم و به عمق آن پی ببرم. گفت درد چه؟ نوکت آزار نمی بیند؟ گفت درد به آنچه پیدا می کنم می ارزد. هر کس عقب چیزی بگردد سختیش را هم قبول می کند. خب کی فهمید؟ تو برو قربان. میگی یا می نویسی؟
دماغشون رو گرم کرده بودین خانم اصالت. به شما خوب گوش میدن. من کار خاصی نمی کنم. آقای اصالت قدر خانومشون رو میدونن. از همون سوالا آقای ابتکار. معذرت میخوام. به کار دستی رغبتی نشون نمیدن. شاید هم به خاطر وجود منه. وجود شما هیچ عیبی نداره. راستی؟ حالا خانمتون چطور آقای ابتکار؟ فقط بر میزنه. جوانی که در این عکس میبینید چندیست گم شده. تنها بازمانده او نگران است. لطفاً چنانچه از او اطلاعی دارید به نشانی سنگلج گذر دلگشا شماره 1 بفرمایید. برنامه رو دیدی ساله؟ خوشت اومد؟ پس این کار تو بود. اعمال انسانی گاهی از ما هم سر میزنه. گفتم شاید یه نفر یه نشونی ازش بده. تو شناختش بالاخره؟ حقیقتش نه. اقدامی چیزی؟ مثلا چی؟ خب یه کاری دیگه. چه کار مثلا؟ خب اگه راست راستی بخوای پیداش کنی برای تو کاری نداره. این همه آشنا تو این شهر داری. فقط کافیه نیم ساعت بشینی پای تلفن. شاید هم به نصیحتت عمل کردم. تو به نصیحت هیچ کس عمل نمی‌کنی. سلام. دستتون چطوره؟ امروز کمی بافتنی بافتم. خب الان چایی حاضر میشه. منم حاضرم برای نوشتن. دوباره؟ خدافظ. دختر جوانی که در این عکس میبینید چندیست گم شده. تنها بازمانده او نگران. این داره کم کم موضوع زندگی ما میشه. بس نیست؟ من میخوام بشنوم. من نمیخوام. اون همه شوخی که با این قضیه کردم بس نبود؟ شماره 14. خب پس صحبت مهمونی دیشبه. تو گذاشتی بگردنت. خب اونجا همه چی دوستانه بود. با مردم جنگ نداریم که. اون وقت تو یهو میپری وسط مجلس. خب من کمی ناراحت شدم ولی خودم نگه داشتم. راهش اینه. ولی تو همیشه معترضی، لجبازی. این که نمیشه. بهت میگم این شغل ول کن ول نمی‌کنی، میگم خوب بپوش نمیپوشی. تو منو با همین لباسا دیدی. اون شغلم چیزی نیست که ازش خجالت بکشن. تازه اگه آقا یادشون باشه همونجا هم دیگه دیدیم. بله خوب یادمه. ما یه گروه رپورتاج بودیم. آره سالگردش فردا. عین همون مجلس بازم هست. یاد بوده سالانه. خب میام. فردا 4 بعد از ظهر. من میخوام این موضوع رو دنبال کنم. من هیچ علاقه ای ندارم. اگرم از رفتار من خجالت میکشی دفعه دیگه تنهایی برو مهمونی. ببخشید خانم. چایی حاضر الان میاردش. چرا بچه دار نمیشی؟ دیر نشده. نشده. راستش میترسم بچه ناقص به دنیا بیاد. کرولان. اول دواهاتون خانم. خب اون وقتا میرفتیم باغ ملی گاردن پارتی به نفع خیریه. درشکه ها چپ و راست می آمدن. ارکستر ارتش میزد. خانم ها چترهای آفتابی داشتند. بعد از کشف حجاب بود. هر یک شنبه فیلم ها عوض می شد. من و کلونل می رفتیم سینما. خانم ها و آقایان سوا می نشستند. به گاردن پارتی هم رفتیم. ارکستر یک مرتبه به افتخار ما والس خیلی قشنگی زد. قبل از جنگ بود. جنگ شوهرمو گرفت و در عوض بهم یک پسر داد.
من اینجور تئاتر رو نمیفهمم. با من رابطه برقرار نمیکنه. خستت میکنه. منظورم این نیست که میخوام برم، ولی تو چطوری حوصله میکنی؟ بله کار تو همینه. دعوا نمیکنی. اون جمله رو غلط گفت. خب تمرین میکنه بهتر میشه. هیچ فایده نداره. من میتونم وقتمو جای دیگه تلف کنم. خب پس چرا نمیری؟ میخوام بگم دلیلش اینه که میرم. شنیدم آقای اصالت اینجا بودن و رفتن. از نمایششون خوشتون میاد آقای اتصال؟ بله البته. چه گل زیبایی خانم اصالت. من به گل خیلی علاقه دارم، شما که میدونید. بستانی با دوست من آقای اصالت داشتم. سلام، خوشبختم. آقای بستانی جز سرمایه های مؤسسه‌ام. این آقا میخوام بدونم راجع به این چه اطلاعی بیشتری دارید؟ شما چی میخوام بدونید؟ اول درباره عکس اصلی، چون ممکنه پشتش اسم مشخصاتی نوشته شده باشه. کلیش سازی معمولا عکس رو نگه نمیدارن. اگه صاحبش نخواسته باشه میریزن دور. اونا هم جزو زباله ها میسوزونن. ما اینجا نتونستیم اسم و نشونی سفارش دهنده رو پیدا بکنیم. والا چه عرض کنم؟ پولشو با پست سفارشی فرستاده بودن، همراه با یه نامه بود. چیزی ازش یادتون هست؟ نامه‌ای که خط خوب داشته باشه کم میرسه. ما اینجا روزی 500 تا نامه میخونیم، همه شبیه هم. کی یادش میمونه؟ چطور برمیگردیم منزل خانم؟ مثل هر روز. امروز فرق داره. امروز به من افتخار بدید. بنده بالاخره یه ماشین قراضه تهیه کردم. راستی؟ الان میارمش همینجاست. از دست دوم بودنش که ناراحت نمیشین. ما آدمای دست دوم ماشینای دست دوم میخریم. خدا کجا برمت خوشگله؟ نگه داره، من عوضی سوا شدم. نگه از صحبه گرم داد میزنم. صبر کن، رفقا هستن، میریم ها. نگه دار. دوری نمیداشتم.
ساعت هیچ عیبی نداره. آره همونطور که گفتم من دفتر سفارش های روزنامه رو زیر رو کردم، اما اصلا سفارش دهنده در میون نبود. خیلی عجیبه. آره عجیبه. توجه کردی؟ هیچ اسمی پای عکس نیست. به نظر من تو اصلا بی خودی وقت تلف کردی. اگه راستی میخوای بدونی کیه، خب نشونیش که هست، یه سری به اونجا بزن. نشونیش؟ آره، سنگلج گذر دلگشا شماره 14. دیگه هممون حفظیم. من اونجا رو گشتم. خب دلگشا یه باغ بود. لابد کسی اونجا زندگی میکرد که جوابی بهت بده. یه باغ بوده ولی 30 سال پیش. حالا دیگه گذر دلگشایی وجود نداره. اونجا تبدیل شده به گردشگاه عمومی. همچون نشونی سال هاست که دیگه وجود نداره. چته آسیه؟ هیچی خانم، یک کمی مریضم. منم مریضم. درد دستام بیشتر شده. درد مفاصل چیزیه که منم الان حس میکنم. تماشاگران گرامی توجه بفرمایید. دختر جوانی که در این عکس مشاهده میکنید چندی است گم شده. تنها بازمانده او نگران است. لطفاً چنانچه از او اطلاعی دارید به نشانی سنگلج گذر دلگشا سلام. شماره 14. مگه دورتون امروز نیست؟ تو روزا رو گم کردی پسر جون. دوره فردا. سنگلج یعنی دنبالش میگردم؟ یعنی فایده ای داره؟ تو دیشب به این موضوع علاقه نداشتی؟ حالا دارم. گم شده ها اکثرا پیدا میشن. من که تا حالا نشنیدم خودشون پیدا بشن. لابد باید دنبالشون گشت. این کار من نیست. حیف، چون از دفتر روزنامه تلفن کردن. چی شده؟ جسد دختر ناشناسی پیدا شده. دوستت میخواست بدونه میری محل حادثه یا نه. نشونیش اینه. آره میرم. صبر کن، منم میام. اومدی؟ تصویق کردن اون نیست. یه گم شده دیگه است که کسی از گم شدنش خبر نداشت. به هر حال ناشناسه، یعنی فعلا ناشناسه.
احتمال داره از اثر انگشت اینجور آزمایش هم معلوم بشه کی بوده. احتمالش که هست. بله حدوداً تا 24 ساعت. زنت چی شد؟ اصلا جمعیت برنامه نمیدم اصلا این قدم برای مهم چی گلایی داری نمه جان؟ آقا تلفن چیزی میخوای؟ آب جوش یا شربت قند؟ نه فکرشو نکن، کاری نیست. من قبلنم پرستاری کردم مدت ها، زمان جنگ. سرهنگ میدونی پرستار خوبیم بودم و بعد 3 سال بالای سر شوهرم. نه دکتر 3 سالم بیشتر شد. کی اونجا به آلبومای من دست میزنه؟ خب حرف بزن ببینم. خبری نشد؟ نه من فقط بعد از ظهر از منزل چند تا تلفن کردم مربوط به اونا بود. یعنی پیدا میشه؟ تو چته؟ دزدیده شده به زور، با تهدید. شاید فریب خورده، شاید
بهش تجاوز شده. شاید توی منزلی بدنام ازش استفاده میشه. شاید کشته شده. آروم باش. من میترسم. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ همین یه نفر که نیست. اینم مثل اونای دیگه. این شهر شلوغه. کسانی هستن که گم میشن و دیگه هم پیدا نمیشن. از چی صحبت میکنن؟ راجع به من و تو نیست. تو که نمیبینی چرا میخونی؟ از عادت. بیا بازی کنی. متشکرم، قبلا صرف شد. کجا؟ چند قدم را برم. من هستم آقا، شما زحمت نکشید. امان بازی میکنی؟ بیا جلو. چی شده دختر جان؟ ما الان خبر شدیم. تو چی شدی؟ آخه چرا مریض شدی؟ چون سراغم نمیاد. رسمش اینه. اون رضایت نمیده. میگه ما باعث میشیم تو کوچک بشی. بیاین بریم بالا. خب شما نمیخواین حرفی بزنید؟ خوب درستشون کردی دختر جان. کار هر کسی نیست. دفعه دیگه یادم باشه یه پیوند خوب از اون رقم برات بیارم. جای اینا رو هم عوض کن. زیاد آفتاب میخورن. به اینام زیادی هم ده. کار سختیه. خستت نمیکنه. سرگرمم میکنه. آقا کجاست؟ به ایشون تلفن شد. گفتن زود برمیگردم. من که سر در نمیارم. 32. نه ما وظیفه داشتیم خبر لطف کردیم. پس فرمودید سیانو 2. خیلی ممنونم. شب بخیر. کوچکترین شباهتی نداشت. ببینم مجدگانی تأثیری داره؟ از تو که روزنامه نگاری سوال میکنم. تأثیری داره؟ حالا کی میخواد مجدگانی بده؟ من میدم. برای زنم مهمه. حالا که اینطوره بیا قضیه رو جدی بررسی کنیم. ببین تو بهتر موضوع رو از ذهن زنت خارج کنی. ممکنه نتیجه گشتن وخیم‌تر از اون باشه که فرض میکنی. آره ممکنه اون گم شده. فرض خوبش اینه که شاید به میل خودش رفته یه جا که ناشناس زندگی کنه. از طرفی آره مردم مریض منحرف هم وجود دارن. مردم سرخورده و مریض، بیمارای جنسی، قاچاقچیای زن، کسایی که از این را تجارت میکنن و کسایی که کارشون نابود کردنه. یعنی این امکان هست؟ 50-50. ما دلیلشو نمیدونیم. دلیلشو روانشناسی داره پیدا میکنه. نظریه جامعه شناسی هم که خوب میدونی. اما واقعیت اینه که صفحه حوادث پر از خبرهای جناییه. قتل؟ آره گاهی به بیرحمانه ترین شکلش. ولی عکس آگهی رو کی به روزنامه داده؟ قاتل ممکنه قاتل به صورت شوخی عکس آگهی رو به روزنامه داده. حالم داره به هم میخوره. بیا این دفعه من سفارش میدم. کلیشه رو که داریم. اینم نشونی منزل من. شاید قاتل به مجدگانی هم علاقمند باشه. من یه روز هفته رو گم کردم. از یه شنبه پریدم به 3 شنبه. روز وسطش یادم نیست. کار یکی از اون مسکنایی بود که بهم داده بودن. اینجا هم اتفاق مهمی نیفتاد، ولی بچه ها خیلی سراغتون رو میگرفتن. خانم اصالت دوستان رو قال میگذارین. بنده اون روز همچی که رفتم اتومبیل از لای اتومبیلا در بیارم شما رفته بودین. من زن تربیت شده ای نیستم آقای ابتکار. میبخشین. دفعه دیگه قالتون نمیذارم.
که این گل را آورده متشکرم. بفرمایید. آقای امان سنت؟ بله. من راجع به آقای رستم تلفن کردم که مشتگانی داشت. بله. شماره محل کار من از کجا گیر آوردید؟ از منزلتون دارم. میخواین بشنوین چی شده؟ بله. اون اینجا. کسی که عقبش میگردیم. اگه میخواین بیاین لطفاً بدون سر صدا، بدون پلیس و با جیب پر از پول بیاین. خیلی خوب، ولی کجا باید بیام؟ یادداشت کنید. بله. ها بیا اصالت اخبار یه مروری بکن. بله. اگرم خوشت نیامد میخوای عوضش کن. بله. نمیتونه اتفاقات بهتری در دنیا بیفته. بله. من رفتم. تو جدول تو گوینده که زیاد. شوخی خوبی نبود. تو قرار بود رپورتر ما باشی اصالت. هیچ جور دیگه نمیتونستیم بکشیم سر کار. خواهش میکنم نه نگو. میکروفون بدین اصالت. آقا صاحب کارگاه عزیز، شما بفرمایید جلو. آقای تعمیرکارم اینجا. موضوع ما دودزدایی و آلودگی هوا. چی باید بپرسن؟ سوال مهم نیست سوالی، هر جور سوالی که شد. خب همه حاضر؟ موضوع ما آلودگی هوا. حرکت. خب صاحب کارگاه عزیز، شما که این کارگاه را اداره میکنید فکر نمیکنید که دودش به سلامت مردم شهر لطمه میزنه؟ کدوم شهر؟ ما که خارج از شهریم. این همه وسط شهر دود میکنن، شما چرا یخه ما رو گرفتی؟ بله حق با شماست. خب تعمیرکار عزیز، شما چه فکری برای جلوگیری از دود زدگی و آلودگی هوا کردین؟ من و همکارانم در صدد هستیم یک سیستم دقیق پیچیده بر اساس اصول و قوانین مطابق فنی و علمی، مطابق با پیشرفت ترین روش‌های جدید در سطح جهانی، در چارچوب برنامه‌های مبارزه با روش ضد آلودگی، در جلوگیری از بحرانی که این احتیاج به امکانات فراوان دارد. خانم این آقا اومدن یه چیزی بپرسن.
ما میخوایم راجع به این گم شده از شما سوالاتی بکنیم. از من چیزی دربارش نمیدونم. این نشونی منزل شما هست یا نه؟ بله. آگهی از طرف شما. خب بگین مشخصات دختری که گم شده چیه؟ ما نمیدونیم. چطور نمیدونی؟ عجیب نیست؟ شاید چیزی رو پنهان میکنی. اون از خونه شما گم نشده؟ نه، اون قبلا بین ما نبود. اون در واقع با گم شدنش بین ما پیدا شد. ما داریم به شما کمک میکنیم. شوهرم داره دنبالش میگرده و تا حدودی من میدونین گشتن مرضی قابل انتقال. سر در نمیارم. شاید شوهرم بهتر بتونه توضیح بده. بهشون بگین سری به ما بزنن. کلانتری رو که بلدی. روبروی شعبه پست. بله حتما. خونه قشنگی دارین خانم. میخوام همه روزنامه هایی رو که این عکس توشه پیدا کنی بیاری. همه رو. پرده ها رو از لباسشویی گرفتی؟ گذاشتم رو میز خانم. میپرسید مژدگانی چقدره؟ خب میگفتیم صحبت بهار بود و چراغونی. از اروپا برای کلونل یه دوربین فانوسی آورده بودن. اون موقع دوربینا بیشتر جعبه‌ای بود و اون یه فانوسی داشت. ما نامزد بودیم. ما رو با دست نشون میدادن. هنوز پدر زنده بود و از ورشکستگی خبری نبود. خانم روزنامه رو چیکار کنم؟ همش همینه؟ بله خانم. بسوزونش. پرده ها کجا؟ تو میشه. تو خانواده ما خاطره جزء تجمله. کسی خاطره ای نداره که به گفتنش بیارزه. چقدر زود دورش انداختن. چقدر زود انداختنش دور. ببرمش خانم؟ نه، نگهشون دار. تو یه چیزی ته. چجوری میشه پیداش کرد؟ دنیا خیلی بزرگه. من این اواخر مجبور شدم چند تا کوچه و خیابون جدید ببینم. شهر خیلی بزرگ شده. شما نمیخوای شهر رو ببینید؟ من مال این شهر نیستم. من مال تهران قدیمم. ولی خیال میکنم گردش براتون خوب باشه. یکی از همین روزا که درس ندارم ماشین رو از امان میگیرم. میای؟ باشه، عیبی نداره دختر جون. منو به گردش ببر. بیا با هم دنبال تهران قدیم بگردیم. صحبت از سال جنگ بود. اون موقع تیفوس رایج بود.
برای نان سیلو صف بود و برای شکر زرد کپون داشتیم. من لباس سفید کارتنم بود. دسته های مهاجر لهستانی می آمدند. برف سختی بود که تا زانو می رسید. بیمارستان از پر هم پرتر بود و من توی سر و صدای اونجا یه بچه پیدا کردم. یه بچه که معلوم نبود مال کی بود. گریه می کرد و مثل این بود که امان می خواست. سلام. نه هیچ خبر مهمی نیست. فقط عکس روی پرده بزرگ دیدیم. پیرهن تنش نشون میده که عکس در بهار گرفته شده. لبخندش نشون میده که خوشحال بوده. پشت سرش چیزی شبیه آلاچیق هست. عکس تا 1000 مرتبه بزرگ کردن. به گردن دختر یه زنجیر هست و به گوشاش یک جفت گوشواره. دیگه هیچی. امضا کنید. یکی اینجا، یکی هم اینجا. این شماره رو بگیرید. حالا تشریف میبرین آگاهی. میدونین من حس میکنم اشتباه کردم که اصلا شروع کردم. اینجا رو نگاه کن. خراب شده، کهنه شده. گار ماشین سر جاش نبود. لغانته سر جاش نبود. انبار گندم کجاست؟ کی باور میکنه که روزی خیابونا سنگ فرش بود؟ من بهش گفتم قاضی این خاطره‌ایه و برای من سخت اون جوان مرگو فراموش کنم. زنت میشم اما از روی عشق نیست. من به اون وفادارم قاضی. اون زندگیشو با من خراب کرد. به من گفت عالم تو منو دوست نداری، چرا بی خود با هم زندگی کنی؟ اینجوری شد که اون رفت و بعدم هیچ وقت ازدواج نکرد تا وقتی که افتاد و من 3 سال تموم بالای سرش بودم. محله بچگیتون که میگفتی چرا نمیریم اونجا؟ تو چه میدونی اون کجاست؟ محله من سال هاست گم شده. چندین سال پیش یه دفعه با مرحوم داداش رفتیم که پیداش کنیم، ولی از یک دنیای خیالی سر در آوردیم، جایی که همه مثل غریبه ها بودن.
است که چهره واقعی همه ما به زودی فراموش خواهد شد. اینطور فکر می‌کنی؟ والا چه عرض کنم، راستش ما با اینکه با هم دیگه همکاریم قیافه‌های هم دیگه رو در روز کمتر مشاهده می‌نماییم. اگه بخواین بین این عده یکی از همکاراتون رو پیدا کنین چی کار می‌کنید؟ اسمش صدا میکنم با صدای بلند. اگه نشنف بلندتر صدا میکنم، اگه بازم نشنف اون وقت فریاد میزنم. کات. بله. عجب. با آقای مدیر صحبت کنید. بفرمایید. خانم اصالت به شما اطمینان کنم آقای ابتکار. من گواهی نامه دارم خانم اصالت. منو کجا میبرید؟ ببخشید برید. خانم دفتر خاطراتو پاره کرد. شما همه رو خیالاتی کردین، از بس اسم اونو بردین. هر طرف میری صحبت اونه. داشتم خوابشو میدیدم، اون در خواب به من لبخند زد. یکی تلفن کرد راجع به اون حرف زد. چی گفت؟ از همون مسخرگی ها. همش تقصیر ورقه. آدم خرافاتی میشه. مثل اینکه نیت کرده باشم بدون اینکه به زبون بیارم فکر کردم. بهش بگو پیداش کنه. آروم باشه، بهش میگم. دیگه بسه، سله شدم. خانم نمیذارن اتاقشون رو تمیز کنم. به هم میگن فضول. هم کج و ناخونت میزنم. خب چرا نگرم میذارم؟
من اومدم لباس عوض کنم برم. اسمم تو جدوله. خوبه. من اینجا رو ندیده بودم. عجب بهشتی درست کردی. دیدیش که مریضه؟ چرا مادر خیال میکنه داره میمیره؟ همچه چیزی به تو گفت؟ اون آرزو داره دختره پیدا بشه. من دیگه دنبال این کار نیستم. تو شروعش کردی. من هر کاری ازم برمیامد کردم. تو بی خود تلفن منزل رو دادی. تو و من که خونه نیستیم، مادر میمونه و اون تلفن که دائم باش شوخی کنه. عصبی شده، دستاش بدتر شده. بذار بهت بگم اینا مربوط به سن و ساله، به هیچ چیز دیگه مربوط نیست. به همین دلیل سن و ساله که باید رعایت مادرتو بکنی. اون که مادر من نیست. چه فرق میکنه وقتی موهاش اینقدر سفید شده، وقتی به اینجا رسوندته، وقتی هیچ کی دیگر رو نداره؟ اون خیال میکنه با پیدا شدن دختر دیگه نمیمیره. یکی خودکشی کرده. دو تا از گمشده ها خودشون رو معرفی کردن. یکی تو دسته قاچاق مواد گیر افتاده. یکی از دخترای گمشده با رباینده خودش ازدواج کرده. ولی هیچ کدوم اون نبودن. اصالت برگرد. از نو شروع می‌کنیم. این منظره است از بی احتیاطی ها و ندانم کاری ها که باید باعث عبرت همه ما بشه. همه مایی که با عدم آگاهی خودمون به این جور فجایع و اتفاقات کمک میکنیم. متشکرم. بیا قربون دست. چند تا نشونی داریم که باید بریم سراغشون. میدونین تا یه مدتی من موضوع رو تعقیب میکردم، اما حالا مدتی که موضوع داره منو تعقیب میکنه. منظره باشکوهی نیست خانم اصالت. دیگه مجبورم بهتون پسش بدم. خیال نمی‌کنین این کار داره تکراری میشه؟ چه کاری؟ خانم اصالت یعنی میخوایم بگین این گلا کار شما نیست؟ نمیفهمم. کار من؟ اوه چه فکر خوبی. چرا قبلا به این فکر نیفتاده بودم؟ شما همون کسی هستین که عاشق خانم اصالت هستین؟ نمیفهمم به شما چه ربطی داره؟ من شوهرش هستم. خیلی خوشبختم. کجا میشه پیداش کرد؟ اونجاست. ببخشید. سلام. امشب مهمونی رفقا که من نمیام و من تنها میرم. بعد از اون اتفاق چطور تنها میذاری؟ اگه معشوقه پیدا کنم میکشمش. اینو بهش میگم. خب
خانم اصالت. متوجه هستی؟ همش تقصیر من شد. وای اونجا چه خبره؟ ولش کنید. حالا اسم خانوادگی؟ نمیدونیم. میزان تحصیلات؟ نمیدونیم. سنش؟ نمیدونیم. شغلش؟ نمیدونیم. نشانیش کجاست؟ بستگانش کجا هستن؟ نمیدونیم. کجا و کی آخرین بار دیده شده؟ نمیدونیم. و سوال آخر، نفع شما در این وسط چیه؟ من نفی ندارم. کافیه، پرونده مختوم است. وظیفه ما نیست عقب چیزی بگردیم که نمیدونیم چیه. این درد دست من یادگار دورانی است که آبها سرد بود. وسط یخبندان شیرای آب از سرما می‌ترکید. نتیجهش چی بود؟ یک قطعه مدال درجه 5 پرستاری. دواهاتون خانم. فال منو نمیگیری عالم. روزا چجوری سرتو گرم میکنی؟ شنیدم هر روز چکمه هاتو برق میندازی. من برای نظام خلق شدم. گمان نمی کنم حتی یه تیرم در کرده باشی. نه البته یکی نه، خیلی بیشتر. من مدتها در مرز خدمت کردم. سلام، ببخشید دیر کردم. یکی از شاگردان مریض بود. اون شبیه جوونی منی. براتون یه صفحه آوردم. همه چی تکرار میشه. لباس ما بعد از کشف حجاب یه چیزی شبیه همین بود. کلاه هم داشت. اینو از کجا آوردی؟ یکی از همکارام لطف کرد آقای ابتکار. ناراحت شدی؟ نه برش ندار. ما داشتیم حرف شما رو میزدیم. خانم میگو شما شبیه جوونی اون هستیم. عکس عروسیتونو میدیدیم. عکس عروسی خودشون اینجاست که از همه زیباتره. میبینید؟ چیزی پیدا نیست.
من چشمم کمسو شده، چیزی نمیبینم. اینا کی هستن؟ اونا رو نمیشناسی؟ نه دیگه خیلی وقتی چیزی یادم نمیاد. خانم حوصله‌شون سر میره. آخه همیشه تو خونه. فقط تو خونه نیستن، گاهی به گردش میرن. زیاد دور که نمیتونن برن. نه، فقط تا حدود دفتر پست. من باید یک دفعه دیگه این سفر رو بشنوم. دختر جون، از اون گم شده خبری نشد؟ نه، ولی دارن عقبش میگردن. من خیلی دلم میخواست گم بشم، بلکه یه کسی عقب من بگرده. مطمئن باشه که من تو گم بشیم همه خیلی هم خوشحال میشم. سلام. خوب همه جمع. سلام. جای ما که خالی نیست. شما که مردی گرفت. این دفعه بیفایده نبود. براتون خبر خوش آوردم. دختره پیدا شد. اون پیدا شد. صحیح و سالم و به خانواده‌اش برگشت. دروغ میگی. مگه شما همینو نمیخواستین؟ به کمک دوستایی که دارم اون پیدا شد. شما چرا اینقدر حرف اونو پیش میکشین؟ مگه همینو نمیخواست؟ خدافظ شما. مرمت میکنم. خانم مرمت. بریم اختیار. خوش آمد. خیلی خوش آمد. خدا مرمت میکنم. شد بشه کار پایان. خدا حافظ. بفرمایید. خانم برگشت پایین یه کمی گیج بود. بله. کی براش مشروب میخره؟ گاهی آقا، گاهی من. برای درد دستشون. افتضاح شد.
آدم نمیدونه چی بگه. مگه همینو نمیخواست؟ نباید بهش کلک میزدی. اون فقط میخواد بهش توجه کنیم، همین. هیچ ردی نیست، ما همه نومیدیم. خواستم براش کاری کرده باشم. گفتم مثلا یه جوری مادرمو خوشحال کنم. اون که مادر تو نیست. چطور نیست؟ وقتی زحمتمو کشیده یعنی هست. اگه اینو بهش بگی خیلی خوشحال میشه. یعنی چه؟ حق شناسی. منظورم همینه. کجا میری؟ سر کار. برای همین بهم حقوق میدن. رفتن تو اونا رو وقتی جوانتر بودن ندیدی. ما خانواده بزرگی بودیم. بیا امروز خانواده من از تو دعوت می کنند اونا رو اونطور که بودند ببینی. آلبوم؟ اون عکس های خوبی می گرفت. اون یه دوربین فانوسی داشت که از خارج آورده بودند. نگاهشون کن. تو دختر کوچکی هستی و اونا همه بزرگن. قولهای افسانه‌ای خوابهای تو هست. قهرمانهای قوی و بدون مرگ. بعد کم کم تو بزرگ میشی و اونا هی کوچک میشن تا یکی یکی میمیرن پشت سر هم و تو مجبوری دفنشون کنی. این شما هستن؟ چه عجب. سرهنگ من دارم عقب اون گم شده میگردم. پیدا شدن اون برای خانم خیلی مهمه. همینطور برای من عقب کسی میگشتم که قدیمی باشه و از وضع قدیمی شهر خبر داشته باشه. ما یه نشونی داریم. من فکر میکردم شما بتونین کمک کنین ازش سر دراریم. شما از سنگیلک چی میدونین؟ اون محله بزرگی بود که مرز مشخصی نداشت. بعضی قومخیشای ما حدود اونجا زندگی میکردن. بعد خراب شد. گذر دلگوشا به نظرتون آشنا نمیاد؟ نه، من حافظه خوبی برای حفظ اسامی ندارم. فقط سربازای زیر دستم. اسم اونا تنها چیزیه که یادم مونده. میبخشین باعث زحمت شدم. نه به هیچ وجه. اون روبی نداشت. دیگه یادم نمیاد کی کجا. سنگا خراب شده.
پاک شده، روی نوشته ها خاک گرفته. دیگه یادم نمیاد کدوم یکیشون کدوم طرف. اول شروع کنیم. یه آگهی هست توی روزنامه. اول ما حتی اسمی از اون نداریم. دوم نشونی آگهی مال 30 سال پیشه. سوم وقتی مراجعه میکنی سفارش دهنده ای نیست، بلکه همه چی با پست به دستشون رسیده، پول و عکس و سفارش. ولی تو موضوع رو به خونه کشوندی، چون به نظرت اون شبیه کسی بود. اون گاهی به نظرم شبیه توه. مرحمت شما زیاد. اگه من گم بشم چه اتفاقی میفته؟ از موضوع دور شدی. اگه تو گم بشی گاهی که تلفن میکنی اول هم دیگه رو بپرسیم. البته، ولی همین باعث میشه که از موضوع دور بشی. باشه که این. ولی حقیقت اینه که نفهمیدم شبیه کی. گاهی خیلی دور، گاهی خیلی نزدیک. شایدم شبیه یکی از ستاره‌های سینما. میدونی چند وقت سینما نرفتی؟ از موضوع دور شدیم. من خیال میکنم همه جا رو نگشتم. همه گرفتارن، کی به فکر گم شده هاست. پس چرا خیلی دیگه پیدا شدن؟ خب بله، خیلی دیگه پیدا شدن. یه مرتبه وقتی صحبت از این شد که ممکنه دختره کشته شده باشه، سرهنگ ناراحت شد. اون تو جنگ چند نفر کشته؟ اگه به کشتن دکترم بعد ناراحت شد. شوخی با دکتر نه، از مرحله پرت. از موضوع دور شد. راستش اونا یه جور مخصوصی رفتار میکنن، مثل اینکه یه چیزی میدونن. کی یه چیزی میدونه؟ مثلا مادر دیدی با چه صلابتی گفت پیداش نمیکنی. آی قدغن میکنم. تو داری راجع به خانواده من حرف میزنی. چرا اونا هفته یه مرتبه جمع میشن؟ کی اونا رو هفته یه مرتبه دور هم جمع میکنه؟ اونا که حرفی ندارن. تو داری زیادی پیش میری. نکنه میخوای بگی اونا کشتن؟ اونا کشتنه؟ ببینم اصلا نکنه تو همین خونه چالش کردن. چرا نه؟ چرا؟ ما که نگشتیم. مثلا انباری گوشه خیاطی تو ایش سالا توشو دیدی؟ بسه، من شوخی نکردم. من خیال میکنم رازی بین اوناست. تو باید بدونی. من چیزی نمیدونم. من هفته یه مرتبه در این ضیافت اشباح شرکت میکنم. اونم دیر میام و زود میرم. رابطه دیگه‌ای با اونا ندارم. بذار بهت بگم، جمع شدن اونا بیشتر شبیه عزاداریه تا مهمونه. اینطور که معلومه تو حتی به منم مشکوکی. خب تو اول نفر بودی که به نظرت آشنا اومد. یعنی کشتمه؟ دیر نشده. قدغن میکنم که دیگه این موضوع رو دنبال کنی. بعد از این مریضی که تو داشتی کم کم کارت به جنون میکشه. خب فراموش کن. امروز حوصله مدرسه ندارم، بریم بگردیم. نمیتونم. من یه رپورتاج دارم با گم شدهایی که پیدا شدن. باید برم سر ضبط. منتظرم.
الو بله. امان خیلی وقتت بلنده به خدا. امروز خیلی اتفاقی نامه سفارشون آگهی رو پیدا کردیم. میدونی کدوم آگهی دیگه؟ خواستی به اینجا بگیرش، گفتم برات نگهش دارم. میای که چیه؟ اینجا دنبال جنازه میگردی؟ من امروز رفتم دفتر پست. قدغن کرده بودم موضوع رو دنبال کنی. بین مراجعین اونا زنای مسنم هست. لابد فوراً از روی نشونی های تو شناختنی. نه. ولی خانم اصالت، نامه سفارش به روزنامه پیدا شد. اینها ببین جلیلی، باید تو روشنایی ببینیش. نامه خطیه، خیلی هم خوشخط. مادر با اون اساسا نمیتونه قلم دست بگیره. ولی این نامه نویس کنار دفتر پست که میتونه قلم دست بگیره. منظورت چیه؟ نمیدونم. من هیچ دلیلی ندارم، فقط یه چیزی حس میکنم و همین داره مریضم میکنه. ازش وحشت میکنم. من خیال میکنم مادر اون گم شده رو میشناخت. خانم آقا بیاین. یه هونه خیس بیار. شماها چتون شده مریضین؟ وقت پخش رپورتاج مصاحبه با پیدا شده ها. آسیه توی چه خوشگل شدی. بیا جلو. فریده دختر جون، بگو ببینم درسته که یه بچه توی راه داری؟ هنوز درست نمیدونم. اون به ما تازگی میده. برو بخواب.
برو بقا. چندی پیش از همه پرده یک آگهی دیدید در مورد دختری که گم شده بود. این موضوع ما را به فکر انداخت با کسانی که گم شده بودند ولی پیدا شدن مصاحبه ای ترتیب دهیم. خانم ممکنه برای تماشاگرای ما بگید چطور شد که گم شدید و اصولا تشریح کنید در اون موقع چه حالی داشتید. لطفاً کیفیت ماجرا رو تعریف کنید. نگاه کن مادر، اونا واقعا همه پیدا شدن. ولی نداشتم. دنم من فرار کردم. خودش گرفته بود. صدا زندگی کار خواستارم دایمی کنم. اومن مهمان اومدن خونه ما. نداشتم با هم زندگی کنیم. رفتم اونجا موقع چیزی نیست بعدم میاد دیگه من بره میگردم اصلا گیری میکنم من بعدم میاد ولی خب حالا خیلی خوبه خیلی مادر ما به زودی یه رپورتاژ روی تهران قدیم تهیه میکنم. من که بابا نگفته بودم بازی نکنم کار بکنه تو زندگی منم نمیخواستم کار بشم. من 10 سال باش زندگی کرده بودم. اگر میخواستم تنها زندگی کنم 10 سال پیش میخواستم ازدواج کنی ولی نداشتم. حالا خیلی راحتم. حالا نمیذارم برگردم میدونستم دست مادری گوش میکرد اون برمیگردم
کجاست؟ کی اونو پیدا میکنه؟ من گشتم ولی بیفایده بود. اما اگه ترجیح میدی دروغ سرهم کنم ها؟ اون کشته شده، من به عده زیادی مشکوکم، من به همه مشکوکم. کم به نظرم میاد هر کس تو زندگیش کسی رو کشته، یا هر جور تو دوست داری. شایدم گم شده خودشو پنهان کرده که روزی آشکار بشه. ولی آخه چرا راستشو نگم؟ نه راه حلی وجود نداره، هیچی. به پیدا شدن اون هیچ امیدی نیست. به پیدا شدن اون هیچ امیدی نیست. اون همینجاست. اون عکس جوانی شما بود خانم. نه، اون عکسی نیست که عاشقتون برداشت. من عکس روزنامه رو پیدا کردم، حتی دوربینی که اون باش گرفته شده. اون اینجاست. یعنی چه؟ گم شده. جوانی مادر بود. منو به باغ پدرم ببرید. کجا؟ سنگلج، گذر دلگشا، شماره 14. شما اونجا می نشستی. برای اون یه دوربین از فرنگ آورده بودن. من لباس بهاره داشتم. ما خوشبخت بودیم. کسی چه میدونست که اون به زودی میمیره. اینجا بود که اون عکس از من انداخت و من فقط 18